مینداختم و اینا به خاطر این سطح بازیش بود. خودتون بچه واقعا به نظر بدین تو کامنت ها، خدا وکیلی لایک و سابسکرایب که بکنین که به کنار بچه نظر بدین تو کامنت ها، کامنت برام بزنین بچه. الان اسمشو بهتون میگم. اومدم بیرون 5 تا پیام اومده. اصلا من که اصلا نمیدم تو اینا. حالا هرچی این بچه اکانت منه که گفتم بهتون نشون بدم. متیک و اینا بهتون نداره. این اکانت اولمه، اون اکانتی که توش متیک و لژندری بود و اینا یه اکانت دیگه است. بچه نگاه اینجا یه چیزی اومده وایسین. من این دوتا با من این آبگیری تو اکتیویژن چی کار کردی؟ اکتیویژن ظالم. بچه این انفوره خدا وکیلی خیلی خفنه، خیلی بچه 6 تا اتچمنت داره. 6 تا اتچمنت داره که چرا میگم 6 تا؟ چون خودتون میبینین دیگه بچه. خودتون بچه میبینین که اینجا یه دونه دوربین داره، همینجا چقدر زیبا و ململانی بچه. مثل AK47 یخی و این AK117 DLQ متیک خیلی بچه. من شاید بچه من اینو جای فور لژندری که گرفتم جایگزینش کنم. خیلی باله. بچه 7 روز دیگه البته من این دارم شب روز اولش میگیرم، روز دوم ویدیوم آپلود میشه. روز دوم 6 روز فقط 5 روز بیاین تو کالاف بچه بهتون چیزو میده، این فوره رو بهتون میده. منو چقدر شسکول شدم بچه چند وقته یعنی بچه فقط تمرکز کردم تو ویدیو یوتیوب. آپاراتم هم بچه حتما دنبال کنید چنل آپاراتم هم محمد امین ایکس مستر، همینی که تو کامنت ها بچه می نویسم اسم آپاراتو و حتما اونجا عضو بشین. همین دیگه بچه این اکانت دومم که میگم اکانت دوم نیست البته. حالا بچه ویدیو متفاوت براش میسازم. فقط گفتم اکانت دومی که متیک دارم و اینا نیست و یه چیز دیگه است که میخوان آموزششو بچه بدم. حتما ویدیو رو به 10 تا لایک برسونین. منم سابسکرایبرام الان 8 نفرن یا 7 نفر نمیدونم بچه. سابسکرایبرام به 20 تا برسه و لایک های این ویدیو هر روز نگاه میکنم، به 10 تا برسه حتما آموزش گرفتن گان متیکر رو با لژندری رو براتون میذارم. حتما لایک کنید. فعلا پیس اوت. بای بچه.